تاجیکستان در پی حمله به آسمان خراش‌های امریکا که بعداً با نام حادثه 9/11 معروف شد، سیاست درهای باز را پیش گرفت. هدف از راه اندازی سیاست درهای باز برقرار نمودن روابط مؤثر با کشورهای جهان و منطقه گفته شده است. حالا 14 سال از اعلام این سیاست سپری می شود. اینجا به عباره شریک استراتژی می رسیم که با نهاد با نام مرکز تحقیقات استراتژی گره می خورد. با وجود داشتن این نهاد و مشخص شدن شریکان استراتژی، تاجیکستان حتی با شریکانش دچار مشکل است. مشکلاتی که گفته می شود حل ناشدنی اند. برای بحث بیشتر در این موضوع کارشناس مسائل منطقوی قاسم بیک محمد با ماست. قاسم بیک محمد، تحلیلگر و کارشناس مسائل منطقوی، متولد سال 1961، دانشگاه ملی تاجیکستان را در سال 1983 با اختصاص ژورنالیست فیلولوگ ختم نموده است. فعالیت را به حیث مخبر نشریه وقت شروع کرده، بعداً در تلویزیون قرغانتپه هم افای وظیفه کرده است. سالهای 1985-87 ترجمان مشاوران تشکیلات کمسومالی شوروی در سازمان جوانان جمهوری دموکراتیک افغانستان بود. بعد از این 6 سال در سمت محرری ورزیده تلویزیون قرغانتپه کار کرده است. از سال 1995 تا 2006 به حیث مشاور و ترجمان سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان به کار می پردازد. سالهای 2006-2007 به عنوان خبرنگار نشریه ملت و سال 2009 تحلیلگر رادیوی صدای خراسان در تاجیکستان و آسیای میانه کار می کند. فعلا رهبر نمایندگی خبرگزاری فارس در تاجیکستان می باشد. آقای بیک محمد، خیلی خوش آمدین. در آغاز میخواستیم شما بگویید که چرا تاجیکستان به چنین سیاست رو آورد؟ یعنی تصمیم این شد که سیاست را با نام مشخص سیاست درهای باز را پیش بگیرد. طور شما اشاره کردید، در ابتدای دهه اول سال 2000 سیاستی درهای باز در تاجیکستان آغاز به عملی شدن کرد. قبل از این به شرایط داخلی تاجیکستان توجه کنیم، ما درگیر جنگ تحمیلی داخلی بودیم. تا برقراری صلح، برقراری نهادهای دولتداری زمان کافی لازم بود و بعد از آن که صلح در کشور ما برقرار شد، ما به ساختن نهادهای لازمه دولتداری خود از جمله تحکیم وزارت کارهای خارجی، ایجاد سفارتخانه ها، نمایندگی های کنسولی و اقتصادی در خارج اقدام کردیم و به مرحله رسیدیم که سیاست درهای باز ناگزیر بود، به خاطر اینکه طی دهه اول استقلال اولویت و افضلیت سیاست خارجی ما به صورت عمده روسیه بود. ولی این سیاست تا حدود زیاد دست و پاگیر بود، تاجیکستان را در زمینه سیاست خارجی محدود کرده بود. ما بعد از دست یافتن به صلح نیاز به پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی داشتیم. باید شرایطی را که در سالهای جنگ داخلی به میان آورده بودیم، مشکلات زیادی که وجود داشت، اینها را باید از راه برقراری روابط خوب و حسنه با جهان خارج برای برقرار کردن اینها باید امتیاز می گرفتیم، کمک می گرفتیم و سیاستی درهای باز به معنای سیاستی که هم باز برای همکاری های اقتصادی، تجاری و همچنین سیاسی بود. این سیاستی معقول و دارای توجیه بود، یعنی سیاستی درست بود، به خاطر آنکه قبل از ما دیگر کشورهای آسیای مرکزی این مسیر را آغاز و دنبال می کردند. هیچ کشور در سیاست خارجی خود در آسیای مرکزی خود را پایبند فقط به یک محور خارجی نکرده بود
و ما نیز در ابتدای دهه اول 2000 این سیاست را آغاز کردیم و در کنار روسیه ما همچنین با بازیگران مهم عرصه بین المللی و منطقه‌ای تماس‌های خوب برگزار کردیم و نتیجه آن این شد که در عرصه بین المللی تاجیکستان به عنوان یک کشور دارای ثبات و کشوری رو به پیشرفت شناخته شد و این یک واقعیت است که ما از آن نمیتوانیم صرف نظر کنیم. به عبارت دیگر سیاست درهای باز برای دولتداری معاصر تاجیکستان یک شرط حتمی بود که دولت تاجیکستان، مقامات تاجیکستان به صورت صحیح این سیاست را برگزیدند. خب استاد، شما بسیار نتیجه های مثبت از سیاست های درهای باز اشاره کردید، ولی این اواخر در دایره کارشناسان و صاحب نظران یعنی این نظر مطرح است که این سیاست درهای باز برای کشورهای مثل تاجیکستان آنقدر قلع نیست. یعنی تاجیکستان ظرفیت آن را ندارد که با کشورهای مثل چین و روسیه یعنی درهای باز را اعلام بکند. به عبارت دیگر این یعنی بر ضرر تاجیکستان خواهد انجامید. من با این نظر موافق نیستم، به خاطر اینکه سیاست درهای باز این معنا را ندارد که این درها به صورتی باز باشند که هر کسی با نیت منفی یا نیت غیر خیرخواهانه بخواهد وارد بشود اینجا برای خود زمینه مساعد فعالیت را داشته باشد. آن چی شما اشاره میکنید این تصور را حاصل میکند که سیاست درهای باز باعث سرازیر شدن کشورهای مختلف دنیا به تاجیکستان شده است. این طور نیست. اگر حتی ما سیاست درهای باز را هم اعلام نمی کردیم، باز هم اینجا حضور کشورها و بازیگران مهمی عرصه بین المللی و منطقه‌ای را می داشتیم. امروز ببینید هم طرفهای اصلی خارجی تاجیکستان و هم دیگر کشورهای آسیای مرکزی با هم هیچ تفاوتی ندارند. روسیه، امریکا، اتحادیه اروپا، ایران، ترکیه، هند، پاکستان و برخی دیگر از کشورها اولویت و افضلیت سیاست خارجی همه کشورهای آسیای مرکزی می باشند. بنابراین بحثی هموزنی در سیاست درهای باز به نظر من طرح چندان درست نیست، زیرا کشورهایی که طرفی ما در چارچوب سیاست درهای باز هستند اینها از ظرفیت‌های مختلف برخوردارند. یکی دارای ظرفیت‌های بالای سیاسی است، یکی از نظر اقتصادی و تجاری توانی لازم را دارد، یکی دیگر از نظر مسائل نظامی و امنیتی همکار و شریک ما می باشد. کشورهای دیگری در زمینه‌های تجاری و اقتصادی دارای ظرفیت‌هایی هستند که ما از آنها تا حدود توانستیم بهره برداری بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که سیاست درهای باز برای هم کشورهای همسنگ و هموزن ما وجود داشته میتواند و هم برای قدرت‌های چی جهانی و چی منطقه‌ای. خب چون بازم به جنبه مثبت سیاست درهای باز اشاره کردید، میخواستم به شکل یک نتیجه گیری یعنی مثال بزنید که ما چی چیز مثبت مشخصا دریافت کردیم از این سیاست درهای باز. سیاست درهای باز ما مثلا با آن که برخی از سیاست
مداران و کارشناسان سیاسی و خیلی نزدیک به دوایر رسمی کرمل سیاست درهای باز تاجیکستان را به معنای فاصله گرفتن از روسیه می دانستند، ما طی حدود 1.5 دهه پیگیری این سیاست روابط خودمان با روسیه را توانستیم در سطح خوب و مطلوب حفظ کنیم. روابط ما با روسیه البته یکسان نیست و اگر فرصت باشد به این خواهیم پرداخت. یعنی حساسیت هایی که روسیه در مورد سیاست درهای باز تاجیکستان داشت، این حساسیت ها کاهش پیدا کردند و امروز نگرانی خاص روسیه از این سیاست در تاجیکستان ندارد در سطح رسمی، هرچند در سطح برخی از نمایندگان پارلمان، سیاستمداران، کارشناسان سیاسی و امنیتی روسیه حرفهای زده می شود که این سیاست حکومت تاجیکستان را به اصطلاح تحت سوال قرار می دهد. ولی ما در کنار روسیه روابط خوب و حسنه با امریکا، اتحادیه اروپا، با جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، هند، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی برقرار کردیم. حفظ توازن و تعادل در روابط خارجی ما نشان دهنده نتیجه مثبت سیاست درهای باز است. اگر تصور ما این باشد که به محض اعلام سیاست درهای باز ما به توسعه بسیار زود و سریع اقتصادی و اجتماعی دست پیدا میکنیم، این تصور درست نیست، زیرا هر گونه رشد و توسعه زمینه داخلی میخواهد. تا زمان زمینه داخلی فراهم نباشد، کمک یا مساعدت خارجی نمیتواند به نتایج مطلوب دست پیدا بکند. بنابراین در این بحث که تا کجا در رشد سطح توسعه داخلی تاجیکستان اقتصادی و اجتماعی آن این سیاست و همکاری با طرفهای خارجی تأثیرگذار بوده است، این بحث جداگانه می باشد. خب شما در آغاز این قسمتی از سخنانتان در رابطه با روسیه گپ زدید و ما هم در مقدمه به شریک استراتژی اشاره کردیم و میخواستیم شما بگویید که یعنی موضوع شریک استراتژی در دایره کارشناسان در تاجیکستان همیشه یک موضوع داغ است و حالا هم بحث مشخص خود نیافته است و شما بگویید که یک شریک استراتژی باید چگونه باشد و یعنی تعریف شما از شریک استراتژی چیست؟ شریک استراتژی کشورهایی که با هم شریک استراتژی هستند، دو کشور یا چند کشور، باید دارای منافع مشترک باشند. یعنی این کشورها در رابطه با منافع ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی باید با هم تضاد نداشته باشند. کشورهای شریک استراتژی باید در روابط خود مشکلات جدی نداشته باشند، مثلا ادعاهای مرزی، مثلا مشکلات سیاسی، مشکلاتی که مثلا بعضی از دعواهای سیاسی میتواند وجود داشته باشد که این دعواها میتوانند جنبه تاریخی داشته باشند، میتوانند جنبه فرهنگی داشته باشند، مثلا جنبه هایی که به مسائل افتخارات تاریخی و تمدنی برگردد که این پیش زمینه اختلاف بین جامعه های این کشورها را میتواند فراهم کند. شریکان استراتژی میتوانند در برابر
داشتن امکانات و فرصت‌ها منافع مشترک همچنین دارای تهدیدات مشترک باشد و در برابر این فرصت‌ها و تهدیدها به صورت هماهنگ چی در عرصه‌های ملی و چی منطقه‌ای و بین المللی اقدام کردن از شاخص‌ها و نشان دهنده‌های وجود مشارکت استراتژی بین کشورها است. یعنی با این تعریفی که شما کردید و اینکه مشخص است از جانب دولت که روسیه شریک استراتژی ما هست، یعنی هیچ چالش میان تاجیکستان و روسیه موجود نیست در حال حاضر که شریک استراتژی بودن این دو کشور را به چالش بکشد. روسیه به دلایل واقعی برای امروز تاجیکستان شریک استراتژی و حتی شریک استراتژی شماره اول به شمار می رود. اگر ما از جنبه مثلا تا حدود تاریخی نظر کنیم و شرایط امروزی هم منطقه و هم بین المللی را مد نظر قرار دهیم، ما با روسیه دارای منفعت‌های بسیار زیادی مشترک می باشیم. حتی در خیلی از زمینه‌ها ما و روس‌ها با چالش‌ها و تهدیدات مشترک روبرو هستیم. افراطگرایی مذهبی و کلاً افراطگرایی در هر قالبی که مثلا بعد از فروپاشی شوروی چی در لباس مثلا نهادهای به اصطلاح جامعه مدنی دموکراتی بروز کرده، چی در لباس گروه‌های افراطگرای مذهبی و تروریستی، اینها را نگاه بکنیم، ریشه های هم برای ما و هم منطقه آسیای مرکزی و هم روسیه دارای ریشه های خارجی می باشند. تهدیداتی که از ناحیه مثلا عامل هایی که من اشاره کردم برای ما و روسیه مشترکند. روسیه از نظر تمدنی و تاریخی به عنوان تمدنی مثلا مسیحی پروسلاف و تجربه زندگی بیش از 1 قرن و حدود 2 قرن با برخی از اقوام آسیای مرکزی نشان می دهد که از نظر تمدنی و دینی روس‌ها در قیاس با خیلی از مثلا تمدن‌های دیگر تهدیدات کمتری برای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان دارند. از نظر مثلا به انحراف کشیدن اعتقادات دینی و مثلا تمدنی این کشورها. بنابراین با توجه به مجموعه از عامل‌های تاریخی و تمدنی، روسیه برای ما تا حدود زیاد متحد است و از نظر شرایط و واقعیت‌های امروزی روسیه کشوری است که بیش از 1 میلیون نفر مهاجر کاری تاجیکستان را پذیرفته است. این کشور با این اقدام خود برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان کمک‌های بسیار بزرگی را انجام داده است. روسیه از نظر مسائل تأمین امنیت تاجیکستان، مثلا حمایت از ارتش ملی تاجیکستان، یکی از مهمترین کشورها برای دوشنبه به شمار می رود. استاد، ولی شما اشاره به شباهت و یعنی مشارکت تاریخی و تمدنی روسیه با ما اشاره کردید، ولی چون به واقعیت‌های امروز می نگریم، فرضاً آن مناسبتی که با مهاجرین ما صورت می گیرد یعنی با مهاجران کشورهای آسیای مرکزی مشخصاً با قرقیزستان فرق دارد و علاوه بر این روسیه در تاجیکستان یعنی پایگاه نظامی خود را دارد که اونا یعنی هیچ پول
پرداخت نمیکنه به تاجیکستان. با این معنا گفته میشد که روسیه در مشارکت راهبردی با ما بیشتر دنبال منفعت‌های خود است، نه تاجیکستان. به صورت طبیعی روسیه در آسیای مرکزی به دنبال حفظ منافع ژئوپلیتیکی خود می باشد و نمی خواهد که هیچ یک از این کشورها در منطقه ما از زیر چتر امنیتی و اگر که شده سیاسی روسیه خارج بشوند. اتحادیه ها و سازمان هایی که برای همگرایی روسیه ایجاد می کند با این هدف دنبال می شوند. ولی نکته که شما اشاره کرده در رابطه با شیوه مناسبت در برابر مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و گاه امتیاز دادن به مهاجرین کشورهای دیگر منطقه که شاید نصف شرایط ما را برای روسیه فراهم نکردند، این در حقیقت موضوعی است که وجود دارد و دلایل خودش را دارد. در کل بعد از فروپاشی شوروی فاصله میان جمهوری های سابقی اون کشور با روسیه رو به افزایش است. امروز فاصله میان روسیه با کشورهای همسایه خودش بسیار بزرگ شده است. روسیه با کشورهای قفقاز میبینیم با گرجستان کاملا مشکل دارد. با آذربایجان هم سیاست‌های کجدار و مریض به اصطلاح دنبال می شود. خب ارمنستان به دلیل شرایطی که دارد با روسیه روابط نزدیک دارد، ولی گاه حتی در سطح سیاسی بیانیه های پخش می شود که نشان می دهد ارمن ها هم نگرانی های از روسیه دارند و سیاست های روسیه راضی نیستند. در آسیای مرکزی هم ما شاهد هستیم که ازبکستان یک سیاستی مستقل و تا حدود زیاد ناوابسته به مسکو را دنبال می کند. ترکمنستان هم شرایط مشابهی را دارد. قزاقستان با وجود این که یک قسمت زیاد جمعیت اهالی این کشور روس تبار و روس زبان هستند، باز هم از سیاست‌های درهای باز پیروی می کند. با همه کشورهای مهم دنیا روابطی نزدیک برقرار کرده است و ما بیش از هر کشور دیگر در فضای شوروی سابق برای روسیه امتیاز دادیم. ما تنها کشوری بودیم، آخرین کشوری بودیم که مرزهای خود را در اختیار روس‌ها قرار داده بودیم و بزرگترین پایگاه نظامی خود را در خارج از روسیه در کشور ما دارد مسکو. متاسفانه بحثی که شما اشاره کردید، متاسفانه روس‌ها از ناحیه ما، از ناحیه تاجیکستان برخوردهای جدی را مواجه نشدن. منظور من فقط در سطح رهبری سیاسی کشور نیست، در سطح دیگر نهادهای وابسته به حکومت، در سطح نهادهای جامعه مدنی، در سطح رسانه‌های تاجیکستان ما شرایطی را فراهم نکردیم که وقتی در یک کشور خارجی، در کشور حتی مثلا شریک استراتژی، منفعت‌های ما مورد چالش قرار می‌گیرد، ما از ابزارهایی که در داخل فراهم کردیم استفاده به عمل بیاوریم تا طرف‌های مربوطه خود را تحت فشار قرار بدهیم و به مسکو این پیام را بدهیم که فقط این فکر را بکنید که تصمیم فقط دست یک مرکز است. این طور نیست.
در کشور ما نهادهای دیگری وجود دارند، ساختارهای دیگری وجود دارند که اینها نیز در برابر حفظ منافع ملی مسئولیت دارند. اینها دارای حرف و نقطه نظر خود هستند و ما باید در تصمیم گیری های سیاست خارجی خود منفعت های این گروه ها را مد نظر قرار بدهیم. ببینید امروز واقعیت امر این است که ما در سطح رسمی خیلی کمتر واکنش در برابر مثلا تصمیمات یا بیانیه های مقامات روسیه، حتی مقامات رسمی داریم. وقتی ژیرینوفسکی سخنان توهین آمیز و سخنانی که در شأن یک سیاستمدار و معاون رئیس پارلمان روسیه نمی ارزد میزند، مثلا مسکو میگوید که این نماینده رسمی نیست و نماینده رسمی بیانیه رسمی را فقط وزارت خارجه و رئیس جمهور میتوانند مطرح کنند. ولی شما تصور کنید که معاون اول یا معاون رئیس پارلمان تاجیکستان یک موضع گیری ضد روسی انجام بدهد و مثلا حرفهایی بزند که در شأن مردم روس نباشد، حتما واکنش های را ما شاهد خواهیم بود. بنابراین یکی از زمینه هایی که می شود این شرایط را کمی رو به تغییر نهاد، فراهم کردن امکانات در داخل تاجیکستان برای امتیازگیری در چنین شرایطی می باشد. از ناحیه روسیه ما از نداشتن این شرایط در داخل کشور خودمان همیشه به اصطلاح زیان دیده ایم.